از تو کال بودین آبجین نداریم میگه نه ما فکر کردیم که هم مثل بقیه مثلا همین چنین بازار میره بشه بازار دیگه نمیدونی اینجا میدان قتل گاز باذن الله یه صلوات بفرستیم برو الان به داداشت بگو حس سبکیت راحت آخرین صحبت بگو الحمدلله رب العالمین ناسور اینجوری بودی ناسور رفت دیگه نیست باید آزاد بشی من غیر از اینه الان همه چیز میزونه احساس سبکی مطلق کامل بگو الحمدلله رب العالمین قدر این لطف خداوند رو بدون با نماز و ذکر عبادت و بندگی از سوال جادوگر مولا این چیزام دور باش نگرش دار از امروز بعدم میری زیر پستای عمود مینویسی یا داداشت بگو ای مردم من رفتم پیش داداشم عبدالله اگه کلیپت هم اول گذاشتم برو اقرار کن تو فکری نباش که فیلمتو نبینن برو این معجزه خداست برو جارش بزن نه اینکه پنهانش کن ولش کن الان یه دختر فلانی تا الان گفتن دختر فلانی دیوونه است استاد دانشگاه ولی فلان کی سود بهت رسوند خالت تلس برات زده از حال که خداوند معجزه کرده من نیستم من خداوند آقا امام زمان مأمور باید بشین آخر زمانه برو جار بزن زين مردم شدم این همون شده دیگه خود دانی به قول بابا رنگت باز شده دردات هم که رفتن سبک هم شدی داریم میخندیم مبارکت باشه یه سلامات برسیم بلند اللهم صل علی نه قربان همچی کاری نمی کنی داداشتم همچی کار نکن داداشتم دو دستی همین برای آبجین بخونید بگین خدایا شکرگزاری سپاسگزاری به خاطر لطف نعمت رحمت و عنایتی که بر ما عطا کردی به ما لیاقت بده کسی پس بنده خودت و نوکر آقا امام زمان باشی آمین رب العالمین قربونت دارم اشک مبارکت باشه اشک شوق بریز من داده شدم هرگز دوست ندارم کسی نه دستمو ماچ کنه نه هم کاری بکنه قربونت دارم خدا انشالله کمکتون بکنه قدرشو فقط بدونی با نماز و ذکر و عبادت مبارکت باشه حرف دیگه ندارم اشک شوقه اونجوری اومدی اینجوری باید بری سجده شکرش در محضر خداوند سجده میکنی دائم هر روز قد بدونید یه صلوات بفرستید دیگه کاری نداریم بسم الله الرحمن الرحیم لعنت خدا همیشه میگه بر ابلیس و نوکراش و بچه‌هاش و ساحراش و هر کسی که هستن نمیدونم بالدار شاخدار سمدار دمدار هر کسی آبجی محترم که اینجا نشسته بعد از چند روز تشریف بردین 11 روز پدر محترم مادر برادر و آبجی خودمون که تشریف بردن فیلمشون هنوز وقت نشده همینطور معمول کردن 500 تا فیلم داریم ایشون هم تو بایگانی تا که آماده بشه بذاریم فیلم ها اینا فقط به دلیلی برای شما گذاشته میشه برای هدایتتون برای اینکه ببینید استفاده کنید و بیاین پیش من خدمتگزار یه عده که لیاقت پیدا میکنن مثل ایشون هم شاید فیلم یه خانمی یه آقای یه خانم بزرگ کوچیک پیرمرد پیرزن دیده که طریق همون فیلمه اومد به ما رسید غیر از اینه فیلم دیگران دیگه اومد رسیدید کار نداریم ایشون مبارکش باشه آبجیمون بعد از 11 رو تشریف برده پیش داداش خدمتگزارش شیرینی هم زحمت کشید دستش هم در نکنه شیرین کام باشین و اما مبارک شما باشه که لبخند میزنه و منم خوشحالم راحت داداشت بگو حالا فیلمتو بعداً میذاریم اینم میچسبونیم بهش که دیگه دیرا بازش چون امروز خیلی الان دارن میگن همون روزی که جناب عالی اومد اینجا فکر کنم 7 تا دیگه فیلم ضبط کردن درسته که ایکس فلوری میتونن باشن یعنی میتونن مردم استفاده کنن ببینن آره ایشون هم یکی از همون آبجیامون که جن بالدار داره همون جنایی که فکر کنم چند سال گفتی اذیت می‌کردن حدود 13 سال یه تلسماتی داشتن کنار اونایی که از طریق یه موکلی که بابا به خاطر اینکه ببره کمکش کنه میان وارد میشن یه عده از تلسمات فامیلایی که از بچگی میافتن طبق معمول همین بیمارایی که امروز هستن حالا اومده پیش ما بگو سوالت راحت بود داداشت تو کلام یه چیز دیگه هم باز بگم این آبجیمون که الان اینجاست ایشون قبلا شهودش یا چه سومش فکر کنم کامل باز بودن در حدی که کلا عالم پنهان و ماورا رو میدیده ارتباطات داشته هم میشنیده هم میدیده هم حس میکرده یعنی کل اعضای احساسات پنجگانش درگیر مسئله بودن خب بعد از اون روز که تشریف بردی پاکسازی شدی همه حسابات چجوری جریان حالم خوبه اصلا عصبی نمیشم الحمدلله رب العالمین این لطف خداست مغزم کاملا مثل خودم الهی شکرم لطف خداست الحمدلله خانواده‌ام بدم خدا حفظتون کنه ماشاءالله میدونم رفقاتم میگفتن از مادر بعدشون میاد بیچاره مادرم بچه‌شه دیگه ولی چه قرآن میخون خیلی نماز میخونه آبجی گلم لیاقت پیدا کردی گفتی قرآن و نماز شک نکن اگر ایمان هم مادره یا دعاش یا پاکی و سلامتی هم باباه یا دعاش یا برادری یا خودت که در حد خودتی اگه اینا نبودن هرگز اینجا باز نمیشد شک نکن خودم منم که نیستم این لطف خداست
اولیا و انبیا و آقا امام زمان قربونش بدم و سلام علیک یا بقیت الله، اونی که مر به شما زد و اینو من کرد. الان برو آقا فاکتور کن برادر پدرش، ببین چند تا آدم اینجوری هستن که هزاران دختر الان خانم مثل جناب علی درگیرن، ولی خداوند گفت دختر فلانی خواهر فلانی باید بیاد فلان روز اینجا و پاک بشه، چرا که امر آقا امام زمان هست و مبارک شما باشه. خب یا مثلا تو مغزم هی حرف بزنن، نظر من حرف بزنن، چون مثلا میومدن هی تو مغزم میومدن تو دهنم نمیذاشتن، مثلا داشتم با شما صحبت میکردم یه جوری می‌خواستن انگاری آبرومو ببرن، یادم میاد من کیم، من کجا، مثلا ذهنم این مسائل خیلی زیاده. بعد دیگه این اتفاقی که اصلا نمیفته، شبا راحت میخوابم. ماشاءالله چجوری هم میگه راحت میخوابی، از عمق وجود میگه مبارک خواهرم لیاقت داری. تکونم نمیدن، چون شبا تکونم میدادن، اذیتم میکرد، همه متوجه میشدن که بعد مثلا دستام میرفت بالا، پام یه طرف میرفت، مثلا تا میخوابید. تاثیرات منفی میخوام بگیم که زیاده، اینو برای شماها میگم. این آبجی محترم که دارین صحبت‌ها رو میکنه، غالبا ما اگه قرار باشه همه بیمارا حالا نمیدونم امروز قسمت شده با پدر مادر محترم داداششون اومدن که قبلا نبودن، ولی که اگه قرار باشه همه بیمارا مثل ایشون بیان همین کارو بکنن، همینن، هیچ فرق نمیکنه. برای اون اینو میگیم که هنوز اعتقاد ندارید، منکرید، مسخره میکنید یا توهین میکنید، هر چیزی من خدمتگزار گفتم فقط لیاقت میخواد. خیلی بیمارن ولی هر کسی این دختر خانم نمیشه، هر کسی این خانواده نمیشه. اگر لیاقت پیدا کردی تشریف میاری اینجا، من خدمتگزارم انجام میکنم، همش هم لطف و منت الهی و آقا امام زمان است. پس انکار نکنین. شما که میگین ببینید بعد از چند ماه چی شد، آبجیمونه هی آزار خودش نشسته همینجا پاکسازی شد، همینجا هم ماشاءالله الان اومده نشسته پیش داداشش داره حرف میزنه بعد از 10 روز که نه 100 روز 100 سال اصلا بره تا آخر عمرش بیاد، همینه، تفاوت نمیکنه. چون لیاقت داشته، من پاک شدم، نگه می‌دارم، عبادت بندیشون تمام میشه میره. خب خدمتتون بگم که کاملا بختم بسته بود. خب شرط اصلی که بغداد میبندن، نمیذارن تو ازدواج کنی، نمیذارن اینا زندستون. کلا جادو هست دیگه شما در جریان. بله. که بعد از این قضیه خب خواستگار به سلامتی 3 تا 4 آره مبارک به سلامت برسید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجب فرجام. آرشیو من در شأنش اونقدر جایگاه و موقعیت داره که یه دونه خوب گیرش بیاد در شأن خودش و خانواده‌اش. چی کم داره ماشاءالله، همه چی کامل. و یه چیز دیگه هم که هست، خوب حرفی زدی، با لبخند هم گفتی. همین دیشب یکی از بیمارا، 2 تا از بیمارا، آخرین بیمار که در مورد ازدواج صحبت کردن، زنگ زدم آقا عبدالله فردا عقدمون رو میاد، گفتن من قربونت برم بیمار کجا میاد، برید ان شاءالله خوشبخت بشین. خیلی صحبت ایشونو دارن. همین قبل از شما دیدی که این آقای جوونی از روزا اومد گفت وقتم بازه، گفتم فردا از پاکسازی باشه، اولین خواستگاری برو، اولین خواستگاری کارت بشه بریم. میشه. برای شما هم میگم که خیلیاتون میگین فلانی میگه آقا من هر کی میاد در خونه‌ام صحبت میکنه خواستگار رد میشه میره. حالا مرد برای دختر میاد یا دختر مردم میان قرار ازدواج کنن، همین مسئله است. طلسمات یعنی همین. این دختر هیچ کم نداره، چرا نباید ازدواج کنه؟ چرا نباید خواستگار بیاد؟ مثلا شب احیا استاد ما نتونستیم عزاداری کنیم، ما تو خونه شب سوم دیگه جفتمون تصمیم گرفتیم گفتیم آقا تموم شد. نشستیم جوشن کبیر با تلویزیون تا شروع شد به خوندن، رفتن تو بدن شروع کرد خودش شد زدن، من نمیتونستم دستاشو کنترل کنم، دهنش کج شد. گفتم خدا تو گواهی ما میخوام عزاداری کنیم، نمیذارم. شروع کرد خودشو به زدن، نمیتونم تنها بودم، اینا نبودن، من آشانو میفرستم بره هیئت عزاداریشو بکنه، من به خاطر این بچه مجبور بودم تنها نمیذاشتم. میدونم نداشتم اصلا میشه چیزی که فرمایش میکنی کار نداری، مبارک باشه. متاسفانه میخوام فقط بگم شما تاثیر ندارید، اما حسودت هست، بخیلت هست. نمیدونم تو بدن آبجین گفتن کیا بودن چی بودن، ولی که میخوام بگم خواهر ایشون که خاله ایشون باشه یا برادر جناب عالی که عموی ایشون، راحت مستند جنیان دارن میگن به اذن پروردگار در منزل خداوند که راحت اینا برای شما طلسم میزنن. طلسم میشه همون حسادت میکنه به جوان. به چیش من نمیدونم، ماشین داره، به جای اینکه بگه ماشاءالله پسر داداشم یا پسر خالم یا فلان یا دخترش یا زندگیشون رو به راست، بعدشون خوبه، عوض اینکه بگه الهی شد خدا بیشتر بهشون بده، میاد داغ میکنه. 4 تا بدبیرا میگه در نظر خداوند. و صفت انسان کاملا به نظر من این نیست. اگه آدم سالم باشه هرگز همکاری نمیکنه. اما مبارک باشه، خوشحال شدم ان شاءالله که در شأن آبجیم مثل خودت خانواده‌تون یه دونه خوب گیرت بیاد، یک مرد درست حسابی و برید ان شاءالله خوشبخت بشید. قربونت برم. و یه چیز دیگه هم که هست،
میگیم پاک بشین، عبادت بندگیتون باشه، همین چیزی که شما میگید مستند. اون از عنایتی که اونجا آقا امام زمان مرحمت کرد در حق شما خداوند اول. بعد هم این چیزی که داره میگه میشه، بس ایمان بیاریم، اعتقاد پیدا کنیم. اینا رو من فقط ضرب میکنم که خیلی از شما با دیدن یک نفر هزاران چون شما اعتماد کنن، اعتقاد پیدا کنن و ایمان بیارن. خب حرف دیگه هست بزن داداشت میشنوه. از شما قربان برم، من داداشتم خدمتگزارم، شک نکن به شما و توکل کنم به خدا که خدا همه چیز بی شک الله شفیع است. اولیا و انبیا و آقا امام زمان ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه. من یه مأمورم که مستقیم فقط میخوام به یه عده مثل اینا کمک کنم، از طریق همین کمکی به اینا میشه به لطف خداوند با شما و جنیان بحث کنم که شما بفهمید که دوزخ و برزخ هست، حسابرسی هست، دنیا و آخرت هست، ظهور اتفاق میفته، اولیا و انبیا هستن، هست تا کی گمراهی. این ابلیس کچل ولگردن با بچه ولگردش شما رو فریب میده، حواستون باشه. فقط من مأموریتم همینه. خوش به حال اونایی که فهمیدن، خوش به حالشون واقعا. بعد به حال اونایی که توهین میکنید به من، میگین دروغه، میگین خرافاته، میگین توهم، هر چیز دیگه. خود دانید خلایق را هر چه لایق. هر کسی لیاقت داره به صاحب من پاک میشه، هر کم نداره منکر بشه، کارش نداره. یه صلوات فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چیزی دیگه نداریم، فقط میگم مبارکت باشه. لیاقت داشتین همتون، مبارک همتون. مامان محترم خودت داشتن می‌دارم. چون فکر کنم دو تاشونو گذاشتیم ولی فیلم شما هنوز آماده نشده. اما تاریخ اون دفعه چندم بود باباش که اومدین